میدونستی تحول واقعی نیاز به انقلاب نداره؟ کافیه هر روز فقط 1 درجه تو 5 حوزه کلیدی پیشرفت کنی. حوزه اول تسلط بر جسم. با روزی چند دقیقه ورزش، تغذیه سالم و آزاد کردن خودت از وابستگی‌های مضر، بدن تو به معبدی برای موفقیت تبدیل کن. حوزه دوم تسلط بر هیجاناته. یاد بگیر خشم، افسردگی و لذت‌های زودگذر رو مدیریت کنی. هیجاناتت باید مثل اسبی رام شده در خدمتت باشه. حوزه سوم تسلط بر امور مالی. با مدیریت هوشمندانه درآمد و هزینه، اقتصاد در مصرف و برنامه‌ریزی مالی، استقلال مالی خودتو بساز. حوزه چهارم تسلط بر زمان. زمان با ارزش‌ترین دارایی توئه. با برنامه‌ریزی روزانه و عمل به موقع بر زمان مسلط شو و از کارها جلو بیفت. حوزه پنجم تسلط بر روابط. مدیریت روابط بین فردی و اجتماعی خودت با دیگران، دوستان، خانواده، فامیل و رفت و آمدها. به یاد داشته باش موفقیت مثل کوهنوردیه. هر قدم کوچیک تو رو به قله نزدیکتر میکنه. همین امروز شروع کن. اگه این ویدیو مفید بود سابسکرایب کن. اگر این ویدیو برات الهام بخش بود حتما سابسکرایب کن تا با هم سفر رشدمون رو ادامه بدیم. ممنون که تماشا کردی.